سلام، شب همگی بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بیشتر سشوارهایی که برای تعمیر میان مشکلشون اینه که باد گرم ندارن. حالا چرا؟ اجازه بدید من یه شماتیک سشوار رو براتون بکشم. فرض کنیم که این المنت های سشوار باشه که تولید گرما میکنن و یه موتوری که وظیفه مکش و پرتاب بادو داره که این پرتاب باد باعث میشه که هوای گرم که توسط المنت تولید شده به بیرون پرتاب بشه و ما از اون استفاده بکنیم. حالا اگر این راه مکش هوا بسته بشه چه اتفاقی میفته؟ مسئله که پیش میاد اینه که انقدر این المنت گرماش بالا میره که یا میزنه بدنه سشوار رو ذوب میکنه یا خودش از یه جایی پاره میشه و قطع میشه یا بعضا حتی ممکنه باعث آتش سوزی هم بشه. الانم موردی که برای ما آوردن همینطوره. ببینید این توری انقدر کیپ شده که دیگه این موتور جایی برای مکش هوا نداشته و باعث شده که همون اتفاقی که گفتم براش افتاده و المنت سوخته. همین رعایت نکردن این نکته ممکنه بعضا هزینه های تا 1,000,000 تومان هم رو دست مشتری بذاره. امیدوارم که این نکته‌ای که امشب خدمتتون عرض کردم براتون مفید واقع بشه. اگر سوالی داشتید حتما تو کامنت ها بپرسید و اگر که این پست براتون مفید بود ممنون میشم که لایک هم کنید. متشکرم. شبتون بخیر.